ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ, гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷандқул. гуфтори 57. میرزا ترسونزاده، شاعر بزرگ و خادم معروف جمعیتی. امروز بعضی منقدان میرزا ترسونزاده و یک زمره شاعران دوران او را به آن عیبدار کردنی می شوند که آنها ادبیات و هنر را به سیاست پیوست کرده بودند. ولی اگر ما زمان و ایجادیات شاعر را در همبستگی عمیق تحلیل نماییم، پس معلوم می گردد که این دعوا کاملا خطاست. واقعا میرزا ترسونزاده از جمله سخنورانی است که برایشان هنر و سیاست مرادف یکدیگرند. میرزا ترسونزاده با یک مهارتی بلند لیریک را با سیاست دولت و نیازمندی های آن هماهنگ ساخته بود. ارزش قصه هندوستانی او که بیش از نیم عصر پیش انشا شده است محض در همین می باشد. در منظومه مذکور نزاکت شاعرانه و دلاوری شهروندی، درد انسان و آرزوهای نیک، شکرگزاری و تنفر، محبت و تلاش آزادی، گرمی دست دوست و گره شدن مشت به هم آمده اند. به این دو باری محبت و غضب و شادی و اندوه قصه هندوستان نمی توانست در فضای سیاره این گونه بلند پرواز کند. وابسته به ایجادیات میرزا ترسونزاده می خواهم باز یک مسئله را تأکید نمایم. عقیده وجود دارد که اشعار سیاسی کاری کاسبان است و چنین اشعار تیزگذر است و از یاد مردم به زودی فراموش می شود. شاید در بسیار موردها چنین هم باشد، ولی وقتی که اشعار سیاسی هیجانی عمیق، خصوصیت‌های نظم ملی و تفکری فلسفی مؤلف را در بر می‌گیرد، چنین اثر جاودانه است. به بسیار از شعر و منظومه و داستان‌های میرزا ترسونزاده محض چنین قسمت نصیب گردیده است. چنانی که بابایان و پدران ما این اثرها را با افتخار و شادمانی پذیرفته بودند، شعر میرزا ترسونزاده امروز نیز ورد زبان مردم است. با مکافات‌های با نفوذترین بین المللی قدر شدن شاعر تاجیک دلیل اعتراف عموم و شهرت کلام مؤثر او در بین عالمیان می باشد. ما همزمانان و وارثان استاد میرزا ترسونزاده افتخار می کنیم که این شاعری توانا در ردیف بزرگترین ادیبان عصر بیستم در راه بیداری، انکشاف تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلالیت خلقهای جهان فعالانه شرکت ورزیده است. میرزا ترسونزاده که تفکری فراگیر کره زمین و دلی درد آشنا داشت، زندگی مردم تاجیک و برتریت‌های جامعه ما را با کشورهای همسایه ماهرانه قیاس می کرد. ضمن این هموطنان خود را دعوت می نمود که
به قدری دستاوردهای حیات نو برسند، آنها را حفظ نموده افزونتر سازند. امروز که خلق ما راه پیشرفت من بعده خود را معین نموده است و با این راه استوارانه پیش می رود، این نقطه نظر برای نسل کنونی ملت کهن بنیاد تاجیک ماهیت حیاتاً مهم پیدا می کند. وابسته به این بار دیگر تأکید کردن می خواهم که غایه جامعه دموکراتی و دنیوی چراغ راهنمای ماست و برخلاف مانعه هایی که دشمنان در راه ملت تاجیک ایجاد می کنند، ما در زمینه خودشناسی ملی و ارزش‌های عمومی بشری چنین جامعه را برپا خواهیم کرد و به آن موفق خواهیم شد که تاجیکستان صاحب استقلال در ردیف کشورهای پیشرفته و متمدن جهان جای گیرد. اصلاً آرزوی فرزندان بزرگ ملت چون میرزا ترسونزاده نیز آبادی و شکوفایی وطن، پابرجا بودن صلح و امنیت در سراسر دنیا بود. متاسفانه صلح و امنیت جهان که میرزا ترسونزاده برای آن تلاش‌های زیاد کرده بود، حالا باز در زیر خطر است. قضیه افغانستان که زیاده از 20 سال ادامه دارد، امنیت نه فقط کشورهای منطقه بلکه جهان را خللدار می کند. بعد فاجعه 11 سپتامبر سال 2001، وقتی که در نتیجه ضربه تروریسم بین الخلقی در شتات‌های متحده امریکا هزاران نفر آدمان قربان شدند، جامعه جهانی روشن و واضح درک کرد که بحران افغانستان نه تنها به امنیت تاجیکستان و منطقه بلکه به تمام جهان تهدید می کند. در این باره ما موقع تاجیکستان را چندین مراتب از منبر سازمان‌های با نفوذ بین المللی، از جمله از منبر سازمان ملل متحد آید به پیشگیری جنایتکاری و همکاری بین الخلقی در مبارزه علیه جنایتکاری ترانسملی در شهر وین در مراسم امضای کنونسیای سازمان ملل متحد آید به مبارزه بر ضد جنایتکاری متشکل ترانسملی در شهر پالرمو و دیگر واخوری و چاره‌بینی‌های بین الخلقی اظهار داشته بودیم. گذشته از این، ما دایر به تشکیل منطقه امنیت در اطراف افغانستان پیشنهادی مشخص داشتیم. مقصد یگانه ما از این همه پیشنهادات این بود که توجه جامعه جهانی به مسئله ضرورت متحد نمودن امکانیت‌ها در بابت حل آسایشته قضیه افغانستان، پیشگیری قاچاق مواد مخدر و اندیشیدن تدبیرها بر ضد فعالیت تروریستی در منطقه و جهان حل کرده شود. ولی بسیاری ها مقیاس خطر و امکانیت واقعی تروریسم را نادیده گرفتند. اکنون که جامعه جهان دهشت عمل زشت تروریستان را در وجود خود احساس کرد، باید تدبیرهای اندیشیده شوند که من بعد به تأمین امنیت جهانیان مساعدت نمایند. واقعاً رفت زندگی و دامن پهن نمودن تروریسم بین الخلقی امروز اکثر کل کشورهای جهان را وادار نمود که محض همین راه و روش را پیش گیرند. باید گفت که در چنین شرایط شعر صلح پروری میرزا ترسونزاده هماهنگ مجرای حیات است
و امروز هم خیلی زمانوی صدا می دهد. وابسته به این می خواهم بگویم که ادیبان و تمام زیاییان باید از زندگی نامه استاد میرزا ترسونزاده سبق گیرند، در حیات موقعی فعال شهروندی را اشغال نمایند، با سخن و هنری مؤثر غایه های عالی و جاویدانه، صلح، وحدت، خودشناسی ملی و وطن پرستی را در دل و شعور نسل‌های نو جای نمایند و ارزش‌های پیشقدم عمومی بشری را در جامعه ترغیب سازند. وظیفه مقدس ضیاییان، قرض شهروندی آنها را ما پیش از همه در همین می‌بینیم. در دوره حاضره که در بین خلق‌های جهان به وجود آوردن یکدیگر فهمی، قرابت معنوی، تحکیم رابطه‌های دوستی و گسترش همکاری همچون عامل اساسی صلح و سعادت بشریت تقاضای حیات و ضرورت زندگی می باشد، مقام میرزا ترسونزاده همچون سراینده صلح و وحدت انسانیت باز هم بلندتر می گردد. شعر میرزا ترسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. تمام زندگی او تمثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع خلق و وطن خویش می باشد. استاد میرزا ترسونزاده واقعاً قهرمان تاجیکستان است. مهر او در آشیانی بلندترین دل خلق مأوا گرفته است و خلق خاطره نیکی فرزند محبوب خویش را تا ابد حفظ خواهد کرد. شاعری بزرگ و اربابی برجسته جمعیتی. میرزا ترسونزاده به نسل دومی ادیبان سده 20 تاجیک شامل بوده. در ردیف ساتیم اولوغزاده، جلال اکرامی، حبیب یوسفی، حکیم کریم، میرسید میرشکر، محمد جان رحیمی، عبدالسلام دیهاتی، رحیم جلیل، باقی رحیمزاده در یک دوره پر از تضاد و مبارزه های داخلی به عرصه ادبیات قدم نهاده بود و او همچون شاگردی دو ابرمرد ادبیات معاصر صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی توسط ادبیات و مطبوعات به خدمت خلق و وطن کمر می بندد. میرزا ترسونزاده و همصفانش با محبت و جوش و خروش جوانی با ایجاد هر یک اثر و شرکت در ساختمان‌های عظیم خشت‌های نخستین سازندگی جمهوری تازه بنیاد تاجیکستان را می‌گذاشتند، به مردم روح و توان می‌بخشیدند. از شخصیت‌های تاریخی، انسان‌های روشن ضمیر و مشعلداران راه آزادی و استقلالیت
بنیادگذاران تاجیکستانی نو، پرچمبرداران متین علم و ادب و فرهنگ ملی تاجیکان با سپاسگزاری یادآور شدن امری واجب است، زیرا این فرزندانی با شرف خلق تاجیک پایه‌گذاران کشوری محبوبی ما به شمار می روند. در این حلقه فرزندی شرفمندی ملت تاجیک میرزا ترسنزاده که برای خدمت‌های بزرگ در انکشاف ادبیات و ترغیب غایه‌های صلح و دوستی خلقها و گستریش نفوذ بین الخلقی تاجیکستان در ردیف استاد صدرالدین عینی و علامه باباجان غفورف سزاواری عنوان عالی قهرمان تاجیکستان گردیده است، مقام و موقعی شایسته دارد. میرزا ترسنزاده هم نفس و هم قدم جمهوری تاجیکستان بود و امروز نیز با آثار پرمضمونش همزمان ماست. او اشتراکچی فعالی حرکت ادبی سالهای نوسازی تاجیکستان بود و نخستین مجموعه شعر و حکایه هایش تحت عنوان بیرق ظفر هنوز در سال 1932 در دوشنبه انتشار یافت. من بعد میرزا ترسنزاده در برابر جمهوری تازه بنیاد تاجیکستان پیوسته رشد و کمال یافت و در عالم علم و ادب و سیاست بین المللی یکی از تابناکترین ستاره های مملکت پهناور گردید. استاد میرزا ترسنزاده همچون شاعر و دانشمند، ارباب جمعیتی و پوبلیتسیست و صافی شعله‌ور دوستی و برادری خلقها، رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، عضو اکادمی علمهای تاجیکستان، قهرمان مهنت سوسیالیستی، دارنده جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام رودکی و دیگر جایزه های عالی دور از جمله جایزه بین المللی به نام جواهرلال نهرو حیاتی عبرت بخشی را از سر گذرانیده است. میرزا ترسنزاده پیش از همه شاعر ملی خلق تاجیک است. اگر ما جریان زندگی او را از ابتدا تا آخر از نظر گذرانیم، روشن می‌بینیم که آن نمونه عالی پیوندی شاعر با حیات خلق می باشد. میرزا ترسنزاده یکی از اولین سخنورانی بود که در موضوع مبارزه آزادی خواهانه رنجبران بر ضد ظلم و ستم و طلب عدالت اجتماعی درمه شورش واسع را همراه عبدالسلام دهاتی آفرید. در اساس این اثر نخستین آپره ملی در تاریخ صنعت تاجیک ایجاد گردید که آن هنوز 70 سال مقدم در اولین دهه صنعت تاجیکستان در شهر مسکو نمایش داده شد و موفقیت بزرگ به دست آورد. شعر و داستان‌های میرزا ترسنزاده از غایه‌های عالی وطن پرستی و انسان دوستی سرشارند. شاعر در سروده‌های خود با صداقت بی پایانی فرزندی شهامت و بزرگی وطن را وصف و ترنم می نماید. وقتی وی به عرصه ایجاد وارد گردید، نه تنها ادبیات نوین تاجیک تشکل می یافت، بلکه خودی تاجیکستانی تازه بنیاد در راه ترقیات قدم‌های اولین می نهاد. آثاری پرمحتوای او اصلاً تاریخ بدیعی تاجیکستان است. آبشار کردن زمین‌های تشنه‌لب، بنیاد راه و پل‌ها، سبز و خرم گردانیدن وادی‌ها،
تأسیس نخستین خواجگی های دست جمعی، ارزی وجود نمودنی کارخانه و دانشگاه ها و دیگر کارنامه های همزمانان در شعر و داستان های استاد تجسم یافتند. میرزا ترسونزاده، شاعر بزرگ و خادم معروف جمعیتی. سال 1953 در روزهایی که 75 سالگی استاد صدرالدین عینی جشن گرفته می شد، میرزا ترسونزاده گفته بود: خیلی کم اتفاق می افتد که ترجمه حال یک نفر و ترجمه حال خلقش چنین موافق باشد. این سخنان به خود میرزا ترسونزاده هم پرره تعلق دارند. زندگی نامه و کار و پیکار او تاریخ زنده ملت ما در عصر 20 می باشد. در بسیار شعرهای ابد زنده او، مخصوصاً در داستان بلند مضمون حسن عرابکش، تحولات عظیمی سرنوشت ملت تاجیک در عصر گذشته بسیار دقیق و ماهرانه تصویر شده است. همزمان با این، شاعری بشردوست در خانه دل خود مهر و محبت مردمی زحمتکش جهان را نیز جای داده بود. از این جاست که سخنی پر اعجازی شاعر افاده‌گری روح زمان و تجسمگری درد و وجدان اهل بشر بود. تصادف نیست که تقدیر به ذمه او وظیفه و مسئولیت پرشرف را گذاشته بود تا مقصد و مرام زندگیش را به خدمت دوستی و برادری مردم عالم، به خصوص خلقهای آسیا و افریقا بخشد. آثار سخنوری بزرگ، اربابی برجسته جمعیتی، منادی صلح و دوستی، فرزند ارجمند ملت تاجیک میرزا ترسونزاده، سراپا از اندیشه های استقلال خواهی برای مردم جفادیده مشرق زمین و وحدت خلق جهان سرشار است. او نخستین مراتب با سلسله اشعار مرغوب قصه هندوستان به ادبیات جهانی پیوست و به دل مردم نیک اراده دنیا راه یافت. زیرا این اثری او با بلندی غایه و بدیعیت نه تنها افاده‌گری آرمان‌های مردم هند، بلکه مردم آزادی‌خواه دنیا بود. از این جاست که ادیب بزرگ هند ملک راج آنند بعد مطالعه این اثری شاعر تاجیک با سپاسی صمیمی اقرار شده بود: کاش درباره هندوستان من مثل شاعر تاجیک اثری می نوشتم. شاعر بر حق فرموده بود که شادم اما می خورم غمهای خلق دیگری. باز افسوده بود که آشیان گرمی گذاری در دل انسان گذار. این اشاره ها برنامه فعالیت ایجادی و رسالت شهروندی او بودند. از این جاست که میرزا ترسونزاده نه تنها همچون شاعری محبوب خلق تاجیک، بلکه چون اربابی متین اراده راه صلح و وحدت در اقصای عالم نام برآورد. به اندیشه من در برابر استعداد خداداد، فرهنگ و تمدن ملی، آموزش ادبیات 1000 ساله، عالمی معنوی میرزا ترسونزاده را خیلی پرغناوت گردانیده جهان بینیش را فراختر ساخت.
шумо гуфтори 57-ро аз рӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон чеҳраҳои мондагор дар қироати ровӣ ализода абдурашид хоҷамқул шунидед. коргардон шералӣ навзалӣ, муназзими овоз карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.